سلام و هفته نوتان بخیر باشد بیننده عزیز آزاده. برنامه نوید بامدادی است با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. من مولا رجب یوسفی تا 10 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 11 نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای امروز 19 اپریل. بحث نو در مرز، قرقیزستان شرح داد، تاجیکستان خاموش است. مقامات تاجیک گفتند مهاجران غیرقانونی را در روسیه از بودجه زیاد حساب کردند. و نخستین غلبه دسته استقلال در لیگ قهرمان‌های آسیا. شرح بیشتر خبرها. مقامات ولایت سغد تاجیکستان و مقامات ولایت بادکن قرقیزستان درباره بحث روز 17 اپریل در مرز صحبت کردند. روز 17 اپریل در مرز اسفره و بادکن میان شهروندان دو کشور بحث رخ داد. جانب تاجیکستان حادثه را تاکنون شرح نداده است، ولی مقامات قرقیزستان بر رسانه‌های این کشور گفتند که روز 17 اپریل کارمندان اداره آبی بادکن در جماعت اقصای بازسازی مرکز اساسی آب تقسیم کننده در دریای اقصو را آغاز کردند، اما مرزبانان تاجیک طلب کردند که کار را قطع کنند. خدمات مطبوعات حکومت ولایت بادکن قرقیزستان خبر داده است که با این بحث حدود 30 ساکن دهه خواجه اعلی نیز همراه شده تلاش کردند مانع کارهای ساختمانی شوند و در نتیجه بین طرفها نافهمی به وجود آمده است. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، ساکنان دهه خواجه اعلی اسفره میگویند که این منطقه علامت گذاری نشده است و تا انجام معین شدن خط مرز در آن باید کارهای ساختمانی انجام داده نشود. به نوشته رسانه‌های قرقیزستان به جای حادثه رهبران بادکن و اسفره حاضر شدند. همچنین نمایندگان وکالتداری حکومت قرقیزستان در بادکن اموربک سوانالیف با رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد تاجیکستان صحبت تلفنی کردند و به موافقه رسیدند که راه حل مسئله را در همایشی که 22 اپریل باید برگزار شود گفتگو میکنند. خط مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر است. تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه‌های بحث برانگیز به موافقه برسند. بر اثر ماجراها در منطقه‌های نامعین از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند. مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفتند در وقت حساب مهاجران غیرقانونی تاجیک در روسیه زیاده روی شده است. مقامات روسیه میگویند فعلا در حدود این کشور 247,000 مهاجران تاجیک غیرقانونی زندگی دارند. مسکو به این گروه مهاجران تا 15 ایون مهلت داده است که بود و باش خود را قانونی کنند یا قلمرو این کشور را ترک نمایند. در عکس حال نامشان در روی خط شخصان ممنوع الورود داخل می شود. اما مقامات تاجیک میگویند تعداد مهاجران غیرقانونی تاجیکستان در روسیه به آن مقدار نیست که مسکو حساب کرده است. ظاهر میرزایف رهبر نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه به خبرگزاری ریا نووستی گفته است آمار مقامات روس درباره تعداد مهاجران غیرقانونی به واقعیت راست نمی آید. میرزایف گفته است در این کار زیاده روی صورت گرفته است و وزارت کارهای داخلی روسیه تعداد مهاجران غیرقانونی را بر زیاد حساب کرده است. رهبر نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان دلیل آورده است که آمار مهاجران غیرقانونی در طول سالهای زیاد جمع شده، اکثریت آنها با حجت‌های دیگر به تاجیکستان رفتند و حالا آنجا قرار دارند. اظهار نظر این مقامدار تاجیک پس از آن صدا می‌دهد که مسکو به مهاجرانی که غیرقانونی در حدود روسیه بود و باش می‌کنند تا 15 ایون مهلت داده است که بود و باش خود را قانونی کنند. الکساندر گاراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه روز 16 اپریل از نمایندگان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل یا اسنگ خواست که مسئله بود و باش غیرقانونی شهروندانشان را در این کشور حل کنند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه در این کشور بیشتر از همه مهاجران غیرقانونی از ازبکستان، تاجیکستان، اوکراین و آذربایجان به سر میبرند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان با نشر اظهارات از مهاجرانی که حضورشان در روسیه غیرقانونی است خواست تا 15 ایون امسال به شعبه‌های ناحیوی اداره مهاجرت در روسیه حاضر شده بود و باش خود را قانونی گردانند. برای سوال و پرسش در این زمینه شهروندان می توانند بعد نمایندگی‌های وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شهرهای زیرین روسیه مراجعت کنند.
دسته استقلال با شکست دادن تیم AGMK ازبکستان اولین پیروزیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های آسیا به دست آورد. سبقت دو دسته شب 19 اپریل در ورزشگاه بین‌المللی شاه فهد در عربستان سعودی برگزار شد. در این بازی فوتبالبازان دوشنبگی با حساب 3-2 دسته AGMK ازبکستان را شکست دادند. حساب را در نیمه اول بازی فوتبالباز دسته AGMK یوون چوکیچ با گل زدن به دروازه خود باز کرد. دو گل دیگری دسته استقلال را منوچهر جلیلوف در دقیقه 54 و محمد جان رحیموف در دقیقه 80 وارد دروازه دسته AGMK کردند. همین طور دو گل دسته AGMK را ظفر پالوانوف به هدف رساند. با غلبه بر دسته AGMK تیم استقلال صاحب 3 امتیاز دیگر شد. پیش از این استقلال اولین سبقتش را در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های آسیا مقابل باشگاه شباب الاهلی امارات متحده عرب با حساب 0-0 انجام داده بود. استقلال با 1 مساوی و 1 غلبه در گروه از صاحب 4 امتیاز است. در نظر است که دسته استقلال سبقت نوبتش را با تیم الهلال عربستان سعودی روز 24 اپریل انجام دهد. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال روز 16 اپریل از مقامات روسیه خواست که دست کم 17 مهاجر اعتراضگر تاجیک را اخراج یا دپورتاسیون نکنند. به قول مسئولین سازمان این افراد در جریان یک تظاهرات صلح‌آمیز علیه انتقال عزت امان حامی حقوق مهاجران از روسیه به تاجیکستان دستگیر شدند. تظاهرات روز 2 اپریل در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو برگزار شد. بنا بر گزارش عفو بین الملل بعضی از مهاجران دستگیر شده گفتند که از دیپلمات‌های تاجیک تهدید شنیدند. مسئولان سفارت در مسکو هنوز به این مسئله واکنش نکردند. قبلا در سفارت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفته بودند از بس که مهاجران بدون اجازه در نزد نمایندگی دیپلماتیک کشور جمع آمدند پلیس روسیه آنها را دستگیر کرد. سازمان عفو بین الملل از قبل مهاجران دستگیر شده نوشته است که مقامات به خانوادهشان در تاجیکستان فشار می‌آورند و از آنها طلب می‌کنند که تظاهرات مسکو و عزت امان را محکوم نمایند. با آنها گفته شده است که در صورت اجرا نکردن این طلب‌ها در تاجیکستان به جنایت‌های مربوط به تروریسم متهم خواهند شد. آمده است در بیانیه عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال. میزی ویخردینگ پژوهشگر امور آسیای مرکزی در سازمان امنستی اینترنشنال روز 16 اپریل گفت که مقامات تاجیکستان برای ترسانیدن شهروندان خود در خارج پیوسته شانتاژ و تهدید را به کار میبرند. در حال حاضر این یک تاکتیک شناس و همزمان غم انگیز است. منتقدان را در خارج با سلامتی نزدیکان، استفاده از زور نسبت به کودکان و والدان پیرشان و بازداشت آنها میترسانند. گفته است این مسئول سازمان امنستی اینترنشنال. عزت امان از سال 2009 در روسیه کار و زندگی میکرد و شهروندی روسیه را داشت. وی روز 25 مارس در مسکو ناپدید شد و پس از 2 روز در دوشنبه یافت شد. وزارت کارهای داخلی میگوید علیه عزت امان با ماده 247 یا قلابی پرونده باز کردند. مجلس ملی پلات بالای پارلمان تاجیکستان وکالت‌های رستم اکرمزاده رئیس سابق ناحیه رودکی را در این مجلس پیش از مهلت قطع کرد. نشریه پارلمانی صدای مردم خبر داد که روز 16 اپریل شورای مجلس ملی درباره قطع عضویت اکرمزاده همچون عضوی این مجلس قرار قبول نموده است. مجلس ملی 33 عضو دارد و اعضای آن در 5 سال 1 مرتبه انتخاب می شوند. از انتخاب اکرمزاده به عضویت این مجلس 1 سال گذشته بود. عضو این مجلس از حقوق دخل‌ناپذیری برخوردار است و در صورت صادر کردن جنایت تنها پس از قطع وکالت نسبت به او پرونده باز می‌کنند. رستم اکرمزاده ماه نوامبر سال 2020 پس از 5 روز نشر تحقیقات رادیو آزادی درباره تقسیم ناعادلانه زمین در ناحیه از مقامش برکنار شد. در فرمان برکناری او گفته می شد که با سبب به وظیفه دیگر گذاشتن از منصب برکنار شده است، ولی بر اساس اطلاع دریافتی هنوز او مقام دیگری دریافت نکرده است. او پس از برکناریش در صحبت با رادیو آزادی اقرار شد که محض نشر تحقیقات باعث برکناری او شده است. در این مقاله چند مثال آورده شد که شماری از ساکنان با راه شبهناک و آسان صاحب قطعه زمین برای بنیاد منزل زیست شدند. بانک ملی تاجیکستان قارب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 19 اپریل چنین تعیین کرده است:
بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. اطلاع از این بیشتر را در سامانه ما و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. اگر خودتان هم خبری یا نظری دارید حتما به ما نویسید. فردا در همین وقت شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار.